امروز از فعالیت مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش 5 سال سپری شد. در این مدت فراگیری عمه وسیع اهالی با تشکل طرز حیاتی سالم بیشتر گشته، در فضای اطلاعاتی میهن نیز رویداد و نوگانی‌های زیاد به وجود آمدند. این موفقیت را نه تنها در حدود جمهوری بلکه بیرون از کشور نیز همچون رسانه یگانه ورزشی اعتراف کردند. شرح بیشتر در گزارش همکارمان میرخان امانزاده. از پخش همین توکمچه از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بر روی اکران‌ها پیدا شدن برنامه اطلاعاتی خبر در تلویزیون ورزش همکنون 5 سال سپری گردید. از نگاه اول این راه نه آنقدر طولانی وانمود می شود، اما برای گروه ایجادی و تکنیکی شبکه مذکور 5 سال مشکل، 5 سال تجربه و 5 سال آموزش و رشد و انکشاف بود. تأسیس مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش در تاریخ 1 مارس سال 2016 در حال روی کار آمد که چنین یک آینه برای نمایش مسابقه و چاره‌بینی‌های سالمگردانی جلوکاری پرچمبرداران ملت در میدان‌های سطح بین‌المللی مهم شماریده می‌شد. شبکه مذکور زود به دل و دیده مخلصان ورزش دوست کشور جای یافت و در فضای تنتنوی موقع خود را پیدا کرد. شروع از همان روز شبکه مذکور تمام نتیجه و دستاوردهای ورزشگران کشور، چاره‌بینی‌های بزرگ ورزشی و دیگر جمع‌آمد و رقابت‌های ورزشی را از داخل جمهوری و کشورهای گوناگون سیاره پیشنهاد مخلصان می‌نماید. پیش از تأسیس یابی این شبکه نمی‌توانستیم که از همین مسابقه‌های هم جمهوری هم بیرون از جمهوری با خبر باشیم. خوشحالانه امروز توسط این شبکه ما می‌توانیم از همه نوگانی‌های ساحه ورزش با خبر باشیم. همینک 5 سال است که تلویزیون ورزش با برنامه و گزارش‌های مستقیم خود از جای واقعه جهان معنوی تماشابینان خویش را خانه می‌گرداند. البته امروزها از جانب گروه ایجادی و تکنیکی این شبکه در برابر گزارش‌های مستقیم از جریان رقابت‌های ورزشگران و خبر و گزارش‌های سریوقتی، اینچنین برنامه‌های مؤلفی، اوچرک‌های پورتریتی، فیلم‌های حجتی و بدیهی تهیه و پیشنهادی بینندگان کرده می‌شود. همزمان لایحه‌های زیاد در سمت جلب اهالی به ورزش و تربیت جسمانی و ترغیب طرز حیاتی سالم نیز تهیه و پیشنهاد می‌گردند. مورد ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد ورزش و دستگیری ورزشگران کشور کارهای عظیمی را انجام می‌دهد. هدف اساسی افتتاح شبکه مذکور نیز محض انعکاس سریوقتی دستاوردهای ورزشگران و دوستداران نمادهای گوناگون ورزش، هوسمندگردانی آنها، معرفی دستاوردهای هر یک ورزشگر به جامعه گفته می‌شود. همین است که امروزها در تمام گوشه و کنار کشور تلویزیون ورزش بیننده خاصی خود را دارد. امروز باید بگویم که تلویزیون ورزش یکی از تلویزیون‌های سرتماشابی‌ترین در سطح جمهوری به حساب می‌رود. تلویزیون ورزش نه تنها انعکاس کننده این یا آن مسابقه ورزشی میباشد، بلکه یکی از مبلغان زبان فصیح تاجیکی نیز میباشد و این خدمت خیلی بزرگ است در نزد ملت و با آن خاطر که محض بینندگان و خصوصا نسل نورست با قدرت توانایی زبان مادری خود بار دیگر باوری حاصل میکنند و با زبان مادریشان آنها بزرگترین مسابقه های جهانی را امروز توسط تلویزیون ورزش تماشا میکنند. پنج‌ساله اول فعالیت را میتوان مکتب بزرگ آموزش نیز نامید، زیرا اکثر کارمندان شبکه را جوانان تشکیل میدهند که برای آنها نیز فعالیت در این سمت مکتب بزرگ تجربه گردید. در برابر رشد و پیشرفت تکنولوژی که تلویزیون ورزش با نوترین تکنیکای صحوی تامین است، جوانان نیز برای بهتر کردن تجربه خویش زیاد کوشش نمودند و امروزها تهیه برنامه و شرح بازی‌های ورزشی برای بینندگان شب و روز رسالت خود را انجام می‌دهند. تلویزیون ورزش تبلیغ ورزش و ورزشگران تاجیک را طرز براه مانده است تا بینندگان توانند از دستاورد ورزشگری خرد دهاتی دوردست سر کرده تا جایزه المپی آگاهی پیدا کنند. مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش نه تنها در بهترین و بزرگترین مسابقات ورزشی عالم را پیشکش تاجیکستانیان نمود، نه تنها با پیشنهاد صدها برنامه‌های نوی تلویزیونی ترغیب ورزش و حیات سالم را برای مردم پیشنهاد داد، بلکه با فعالیت آغاز نمودن تلویزیون ورزش اسم تاجیکستان در جامعه جهانی بار دیگر همچون کشوری که دارای یک شبکه می باشد که آن را نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور تماشا می کنند
احترام می‌نمایند و тамошобини доимии он мебошанд муаррифӣ гардид. аз он ки муассисаи давлатии телевизиони варзиш рисолати худро дар кадом сатҳу сифат иҷро мекунад танҳо бинандаи закӣ баҳо дода метавонад, аммо аҳли заҳмати ин шабака барои анҷом додани дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки аз рӯзҳои аввали фаъолият барояшон гузошта буд кӯшиш ба харҷ медиҳанд ва дар тарғиби варзиш оммавӣ гардонидани тарбияи ҷисмонӣ ва инъикоси васеъи дастовардҳои варзишгарони кишвар камари ҳиммат бастааст. метавон гуфт ки имрӯзҳо телевизиони варзиш аз зумраи шабакаҳое маҳсуб мешавад ки бинандаи худро дорад ва аҳли меҳнати телевизиони варзиш барои ғанӣ гардонидани ҷаҳони маънавии варзишӣ ва қонеъ гардонидани талаботи бинандаи худ аз пештара дида бештар талош хоҳад кард.